صنعتی کنونی با سرعت مملکت یکی از هدفهای چهارم استراتژی کشور به حساب رفته. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آن را همچون سمت افضلیتناک رشد اقتصادی ملی معین نمودند. در دایره این هدف استراتژی برای توسعه استحصالات وطنی، تأسیس کارخانه‌های نوی صنعتی و فراهم آوردن جای‌های نوی کاری، تدبیرهای ثمره بخش پیوسته عملی می‌شوند. سال 2023 در جمهوری تاجیکستان در سمت‌های صنعت معدن‌های کوهی، صنعت مصالح ساختمانی، صنعت خوراکواری، صنعت ماشینسازی، صنعت سبک، صنعت انگشت، طبع و نشر، انرژتیکا، آب تامین‌کنی به فعالیت آغاز نمودند که همگی 729 کارخانه صنعتی را تشکیل می‌دهند. دوام سالهای صاحب استقلالی شماره کارخانه‌های صنعتی افزایش یافته. برای عملی نمودن هدف‌های استراتژی کشور پیش از همه صنعتی کنونی با سرعت، رشد استحصال وطنی، تأسیس جای‌های نوی کاری و تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت زمینه‌های مساعد فراهم آورده شدند. امروز صنعت نه تنها همچون محرک رشد اقتصادی ملی، بلکه همچون عامل مهم تأمین استقلال اقتصادی و بلند برداشتن سطح زندگی مردم نقش کلیدی دارد. در این روند هر یک کارخانه نو، هر یک محصولات استحصال شده و هر یک جای کاری تأسیس یافته بازگوی قدم‌های استوار در راه رسیدن به هدف‌های سازنده و دودنمای رشد تاجیکستان صاحب استقلال میباشد.